اونهایی که در شب قدر دست به دعا دارن به سوی الله رب العزت و الجلال و دعا میکنن، این دستها چقدر با ارزش میشه به نزد خداوند. این دسته که بالا میرود از الله کریم و مهربان تقاضای عفو بر گناهانش دارد، این دست چقدر پر ارزش میشه در شب قدر. این قطره اشکی که میریزد، الله تبارک و تعالی این قطره اشک را چقدر مقبول قرار داده است. اشک گناهکار که همه گناهکاریم، کسی نمیتواند ادعا کند من گناهکار نیستم، همه گناهکاریم، ولی در شب قدر از ربمان، از مولایمان، از پروردگارمان میخواهیم ما را ببخشد. فقیریم به درگاهی الله تبارک و تعالی، او را دق الباب میکنیم دروازهش. آمدم به درگاه تو تا تو مرا بیامرزی. دست بالا میشه و تکان داده میشود، اشک از چشما سرازیر میشود به پیشگاه الله رب العزت و الجلال که خواهان دست بالا کردن بندگان به حضور خدا. اون دل شب، تاریکی شب، خلوت داری با خدای خود، دست بالا میکنی به حضور پروردگار عالم. این دستها وقتی به حضور پروردگار بزرگ بالا می شود و خواستهای من و دردهای دلمان را با خدا به میان می گذاریم، به کسی که درمان دردهای دل ما را می تواند بکند. مریض داریم، در شب قدر به پیشگاهی الله تبارک و تعالی دست بالا می کنیم. پروردگارا مریض دارم، پریشانم، قرض دارم، زندگی من گره خورده، گناه و معصیت دارم، فغانم از گناه و معصیت بالاست، من به حضور تو برمیگردم. شب قدر خدایا من گناهکارم، بنده تو هستم، من سر میگذارم به حضور تو پادشاه بزرگ و من خیلی کوچکم. تو خودت گفتی یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما فقیرید به درگاه خدا. والله هو الغنی الحمید، ذاتی که بی نیاز فقط الله رب العزت و الجلاله، دیگه بی نیازی به غیر از الله وجود ندارد. انسانها با تمام قدرت و مکنت و شوکت و جایگاهشان، ثروت و سلامتی و تنومندی ظاهریشان، نیازمند الله رب العزت و الجلاله. در این شب شکستگی خود را به خدا تقدیم میکنیم. عبد یعنی شکسته، یعنی متواضع در حضور رب، در حضور معبود. بهترین تحفه‌ای که انسانها به پروردگارشون تقدیم میکنن تحفه شکستگی است. خدایا در شب قدر تحفه برای تو داریم، شکستگی، عجز و ناتوانی، فقر، اما با دستان پر از امید دست بالا کردیم. دستانی که کلن امیده، گمان نیک به تو داریم، یقین داریم دست وقت بالا باره خالی بر نمیگردانی. دست این جوان، دست این پدر موسفیدی که خودت گفتی اگر موسفید دست بالا کنه حیا میکنم دستش خالی برگردانه.